سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری ازدا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدن، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت. خب، درود به همه شما و بار دیگر در اول من موقع خودم را نسبت رویدادهای شرق نزدیک باید افشا بدارم، اعلام بدارم که من اصلا تروریسم را در همه نوع و نمودش محکوم میکنم، از جمله حمله حماس را و از حد زیاد نیرو استفاده بردن و بیرحمی کردن اسرائیل را هم محکوم میکنم. واقعا اکای میرزانوی جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخشش تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغزشویی شدنشان درک میدهد. شما خوب میدونیم که علاقه بین که تمام شبکه‌های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشت گفتاری میکنن علیه اسرائیل و این چنین انگیزه هم شده ایستاده است از جانب بعضی هموطنان ما، از جانب بخصوص گروه اطراف نهضت اسلام، گروه 24 و اینها انگیزه هم شده ایستادن. خب البته چون مخالف است، نمیخواهد که البته تاجیکستان سخت آرام باشد، جوانانشان خیلی متحد باشند اطراف سرور دولت و حامی واقعی سیاست و دولت و ملت خود باشد. ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند و ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟ چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500,000 مهاجر داشته باشیم، اگر ما 250,000 قشر خیلی فعال جوانان ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زدن بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست. هر کس که میخواد در داخل کار میکنه، هر کس که میخواد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟ تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمت. درود و سلام به شما و همصحبت شما و بینندگان رادیو آزادی. در واقع ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت به تفاوت باشد، نه وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میاد وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک‌های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشد یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر رو باید اول تروریست بگید یا اول باید نمیدونم دشمن بگید، بعد
دست به سرکوب یا کشتارش بزنیم. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریپوف که بودن، سید امینی، بچهای زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان، حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. ایشان گفتن در اروپا یا در شبکه‌های اجتماعی مردم فعال هستند. به نسبت گذشته خصوصا کسایی که در اروپا هستن من می‌بینم خیلی محتاطانه عمل میکنن، به خاطر اینکه حتی در اروپا نیز خطکشی‌ها و مرزبندی‌ها وجود دارد. یعنی دیگر مثل پیشتره یک مهاجر، یک مسلمان آزادانه نمیتونه اظهار بیان کند، یا که حساب فیسبوکیش بسته می شود یا اینستاگرامش بسته می شود، یا اینکه چون که در فرانسه و دیگر کشورها دیدیم مورد تعقیب قرار میگیرد برای اظهار نظرش، برای اینکه ضد جنگ است، برای اینکه مثلا در روسیه وقتی کسایی که دعوت میکردن ضد جنگ برای اوکراین، حکومت پوتین را بازداشت میکرد. فعلا ما در دنیا شاهد چنین هستیم. هر کس میگه که فری پالستین یا دعوت به قطع حمله های وحشیانه به غزه میکند، طرف رو محکوم میکنند به حمایت از حماس، در صورتی که این به خاطر مردم غزه، به خاطر 2 میلیون در اونجا در یک زندانی باز قرار دارند اظهار نظر میکنند و ربطی به حماس یا کدام گروه دیگر ندارد. محمد جان، اینجا یک مسئله دیگر عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظر شما به این نکته که عبدالقادر گفتن چی است؟ خب بحث دین زدگی به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش‌های دینی دارند و نه به ارزش‌های فرهنگی. رسانه‌ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند، شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه‌بازی هست. از همین خاطر هر جایی که اجازه داده شود اظهار نظر میکنند. در غیر صورت من چندان موافق نیستم که جوانان تاجیکستان زیاد دین زده باشند. ما هر روز شاهدی، اگر این میلاد باشد در شبکه‌های اجتماعی هر روز شاهدی رقص ها و بازی ها هستیم. پس این هم بیایم بگیم که اینا همه رقاصه هستند؟ نه، به نظر من یک انسان در یک حالت شادی رقص میکند، در یک حالت غم، اندوه و سوگواری اون سوگوار هست. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک وحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنن، خرسندی میکنن. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیت شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیت کردن جوانان در زیر همین حکومت هست و متاسفانه این پیامد خوب ندارد. یعنی سرکوب، خفقان اصلا محکوم است و هر انسان حق آزادی بیان دارد و نباید تشکر. بیانش مثلا مورد سرکوب قرار بگیرد. تشکر. به فکر شما چه عبدالقادر عبدالقهار در این صدا بلند کنی‌ها هم دینی بیشتر بود یا اعتراض ضد ظلم، دفاع از عدالت کدام بود؟ ببینید همین طالبان تا 2 سال اخیر نسبت تاجیکان نسل کشی کرده ایستادن. من یگام جوانان نهضتی رو، یگام جوانانی که در اروپا به قول خودشان اپوزیسیون میگیرن، من اعتراضشان رو نشنیدم. نه در نزد سفارت امریکا، نه در سازمان‌های بین المللی که در اروپا هستند. ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چقدر فعال شدن. این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1,500 نفری که در داعش همراه شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن. این هم همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیداری تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان بستن اکثر. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولیعهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یا مانند یکی اعتراض هایی که اردوغان میکند در ترکیه که اون ترک است، اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی ژئوپلیتیک است. کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه. حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار،
اگر وضع چنین است چرا در موردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه‌های خونینی که در خارق و روشان سر زدن. به این شما چه میگویید؟ واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی‌های پلیسی روسیه بارها من گزارش‌ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیم جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه‌های تاجیک هم خیلی بد است. نسبت دیگر ملت‌هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن بیشتر نقص میشن، حقوق بچه‌های تاجیک در اونجا کمتر احترام دارن، بچه‌های ما را در روسیه کمتر آبرو داریم. ما این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان رو نمیدونن، خیلی ترسوان، خیلی حقوق خودشون رو نمیدونن و ببینید که یک مثلا گورجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گورجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که اون جوانان ما ترسو هستند. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندان تاجیکستان، حامی حقوق شهروندان تاجیکستان و کفیل حق شهروندان تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کنند به جای یک جلسه که اخیراً شاهد بودیم؟ وقتی که آخرین برنامه سرور دولت هم که هنگامه شد در روبروی جناب پوتین همه کمبودها رو هم میلیون پراسموتر شد، هزار کامنت شد. یک نمونهش یعنی که روابط سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کار خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقض میشد حقوقش در اونجا ویران میشود. سفارت ما و تشکیلات‌های حقوق شناسی تاجیکستان از اونجا ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراضات زیاد هستن، هم ناراضگی هستن. بله تشکر. حالا بیت برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم. در این مسئله من دو تا نظر من اظهار کنم که مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بده؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپاره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن، از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیون جریان دارد، کسی همه خاموش هستند. ما از اسپاره گزارش‌ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میآید ولی کسی اظهار نظر نمیکنه، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه زد، بلوگرها اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیل طبیعی در وحدت آمد فقط یک بار یک بلوگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اونا بازداشت کردن. یعنی کسی اجازه ندارد، حتی پیرزن 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم. این چه خیلی آزادی است، چه خیلی کشور است که آزادی میکنن. غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه اسرائیل برقش رو قطع کرده در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیت برق هست یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون. تشکر جناب عبدالقادر. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن. البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه‌های شبکه‌های مثلا اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی از رسانه‌های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش‌های زیادی بودن، گزارش‌های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیزی می‌خواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تحقیر نکن، هر چی می‌خوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی. باری من را مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون‌ها رو میدونم، خب نظرم با بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشم و نظرم رو، یا که یک نفری که از اپوزیسیون که مثلا مغزشویی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم. به نظر شما آقای محمد جان نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کردن، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما آقای عبدالقادر رستم به چه خاطر زندانی شدن؟ یعنی چه قانون اونا خطاب کردن؟ هر کس حقوق بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچ دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیستید، حالا واقعیت را کمتر میدونید. تشکر. از آزادی بیان گفتید، من فقط اشاره میکنم 20 سال گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چندها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است. اگر به کسی خوش نآمد آزادی بیان همین است. تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جلب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار چرا جوانان به استثنای گروه خرده نسبت به پرونده و حکم‌های دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، ذوقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه‌های اجتماعی؟ بله. جناب گلی خواهش کردم که همین گناه وزمین نکردن، اگر گناه هم کرده باشن، اینها حتما نزدیک 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقعی شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شوند. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همین نمیشه یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه‌های اونها. ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما حال نام گرفتیم اینها در نوارهای ویدیوشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر آنکه از مشکلات مقامات حرف زنی باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی میگید؟ نه البته اگر شده باشه البته کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان میکنم که پورا همه بلاگرها یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشه به خاطر اون که مقامات رو بعد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحده است، قضیه این بلاگرها تماما علیحده است. شما همه خوب میدونید که همه پرونده علیحده است و هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم در کجا اثبات کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و فرزاد سعیدوف. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانیای سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و بی اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانیای سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهدهداری بین‌المللی خودش را اجرا نمیکند. ما به حرفهای شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگه حق و حقوق اینها نقض شده است. بیش از 20 پرونده در محمدرضا اسکندر و زید سیدوف، رهبران نهضت، بچهای گروه 24 تشکر. و حالا یک جنبه دیگر بحث میکنیم. یعنی تحلیلگر تاجیک حفیظ بابایاروف در یک نوشته‌اش در صفحه فیسبوکیش ذکر کرده است که نفران جداگانه فضای تاجیکی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی را با خبرها در مورد جنگ حماس و اسرائیل پر کردند. در زیر چنین سرلفه معلومات یک طرفه بی اساس، دشمنانه و نفرت برانگیز پهن می‌گردد. خطر اساسی این گونه خبرها مغزشویی جوانان تاجیک میباشد. نظر شما در همین مورد چی است محمد جان کبیری؟ خب متاسفانه در زمان جنگ هر طرف کوشش میکنه که یک طرفه پوشش بدهد. مثلا شما ببینید که طرف اسرائیلی حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو بگیم اخباری غیر دقیق داد و به او گفتن 40 تا از کودکان رو سر بریدن، بعد تا امروز اثبات نشد. یا مثلا در بمباران کردن بیمارستان آمریکا میگه که خب این راکت اسرائیلی نبود، تا امروز اثبات نشده است. حتی نیویورک تایمز اینا گفت که این اصلا راکت حماس یا فلسطینیان نبوده است. و در پوشش رسانه‌های غربی وقتی من می‌بینم واقعا یک طرفه پوشش میدن طرف اسرائیل است و در کشورهای اسلامی بیشتر طرف حماس هست یا طرف همون فلسطین هست. متاسفانه ما شاهد این حالت هستیم، ولی این مسئله مربوط به یک طرف نیست. هر دو طرف هم جانبدارانه مسائل رو پوشش میدن، ولی چون قربانی ها و کشتارها در طرف
غزه بیشتر هست و اونها در یک زندانی باز قرار دارند، خب طبیعتا مردم بیشتر در این باره گپ میزنن. تشکر. اما اینجور نیست که فقط من BBC CNN همه رو تماشا میکنم در خانه، متاسفانه یک طرفه اینو پوشش میدن و از طرف دیگر رسانه‌های کشورهای اسلامی هم اون چیزی است تقریبا اون جنبه فلسطین پوشش میدن. این واقعا هست. تشکر. در همین مورد شما چی نظر دارید محترم عبدالقادر عبدالقهار؟ مرحمت، شما چرا میبینید، چرا مشاهده میکنید؟ با بایار 100% درست میگوید. این فیلسوف را من بسیار سخت احترام میکنم، دانسته میگوید و بسیار بی‌طرفانه حرف میزند. واقعا هم سعید یونسی از طرف شنی، امرالله نوزی، جنت‌الله کامل و با چند نفر دیگر از همتایان برادر ما محمد جان، یعنی که از بچهای نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه‌های اجتماعی تیز و تند کرده ایستادن، یعنی در مغز بچه‌های تاجیک رسیده ایستادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخوانند به جانب مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که داعش سر برآورد و زیر تاثیر همین خیلی سخنا با بایور چرا در نظر داره، زیر تاثیر همین سخنا 1.5 بچه تاجیک رفتن قربان کردن خودشان در سوریه و در عراق. یعنی که هست این چیز خیلی خوب میشود که پیشگیری شود این چیز. بار دیگر میگم که ما تاجیکان خیلی ملت خود هستیم، ما باید به طرفی رو انتخاب کنیم. تمام. ببینید حالا برگردیم به یک سوال دیگر. چرا در نسبت به حادثه‌های داخل کشور هم جوانانی که شما میگید خاموشند، منظورم جوانانی که در داخل کشور هستند، چرا در مسائل داخل کشور خاموش هستند؟ کی جانبدار این است که جوانان خاموش باشند، زبانشون بسته باشد؟ جناب عبدالقادر شما چی میگویید؟ من گمان نمیکنم که خاموش باشد. شما همین سگمنت تاجیکی، مثلا من فیسبوک رو، مثلا اصلا من فیسبوکی هستم، تقریبا در تمام موضوع اظهار نظر می شود. هم ژورنالیستان، هم بچه‌های آزادی که اونها رو مشهور نیستن، معمول نیستن، شناخته نیستن، تمام همین مسئله ها بررسی می شود و هم محمد جان هم گفته است این گپ، ولی شما نمیتونید که تمام فضای مثلا شبکه‌های اجتماعی رو زیر کنترل خود قرار بدید و مانیتور کنید. نه، ولی واقعا هم از سیاست بچه‌های تاجیک میترسن اینا افشا کردن نکنه، با سیاست کمتر دخل میکنن، چون که فرهنگ سیاسی مردم ما بخصوص جوانان ما خیلی پایین است، این رو آشکارا گفتن نکن، ولی هستن جوانان تحلیلگری که خیلی آشکارا روشن تمام مشکلات داخلی و خارجی رو بیان میکنن در دایره قانون و همین در دایره قانون. همین رجب میرزا صدها بلاگری که مثلا مشهور است می‌نویسد، ولی چرا پرونده نمی‌شود؟ چون که وای همین دایره قانونی که شما میگید، ببینید همین دقیقاً از دایره قانون عمل میکنه. تمام. من در دایره قانون قبول می‌کنید که حالا بیاید به موضوع برگردیم. جناب محمد جان کبیری، شما به حرفای عبدالقادر عبدالقهار راضی هستید؟ یعنی چرا جوانان میترسند؟ یعنی زمینه ترس اونها از کجاست؟ شما چی میگویید؟ یک نکته جالب گفتن در دایره قانون، یعنی قانون تصویب شده است که بر اساس اون قانون هر پست، لایک، اظهار نظر در فیسبوک میتواند منجر به زندانی شدن شما و باز کردن پرونده شود. در این صورت یک جوانی ناآگاه، یک جوانی که از مسائل حقوق آگاه نیست، یا باید 100 بار فکر کند بعد اظهار نظر کند، یا اینکه با هر پستش میتواند مثلا به عنوان نفرت پراکنی، به عنوان نمیدانم توهین مقامات دولتی یا هر بهانه دیگر، یعنی این دیگه بستگی دارد به اون افیسر یا با اون کارمند امنیت یا وزارت داخله که تفسیر میکند، ضد شما پرونده باز میکند. یکی از دلایل ترس مردم به خاطر همین سرکوب ها هست، یعنی برای یک لایک، برای یک پست، برای یک گزارش مردم سرکوب میشن. از همین خاطر وقتی بیرون میروند احساس آزادی بیشتر میکنن، اونها فعال هستند، و وقتی داخل میروند اونها در یک رژیم خفقان و خودسانسوری قرار میگیرن. این در مسئله قانون است، یعنی قانونا حکومت قانونی قبول کرد که بر اساس اون مردم را سرکوب میکنند. اما در مسئله شبکه‌های اجتماعی حالا متاسفانه یا خوشبختانه جای نگرانی نیست، چون فیسبوک، توییت، بیشتر فیسبوک، اینستاگرام، اینا سیستما رو انتخاب کردن که تمام رسانه‌ها، خبرها و موضوعاتی که مربوط به غزه یا فلسطین هست اونا را سانسور میکنن، حذف میکنن. حتی
کار تا جای رسیده است که مثلا امروز ما شاهدیم دیگه وزیر خارجه امریکا از قطر میخواد که بالای الجزیره فشار بیارد تا اینکه لحنش رو پایین بیارد، یا اینکه در اروپا ما در آلمان دیدیم که رسانه ها میگن که باید دستور گرفتن که باید با جانبداری از اسرائیل خبر رو پخش کنند. یعنی متاسفانه این آزادی بیان. حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی، کدام؟ محترم عبدالقادر عبدالقاهر شما. جوانان ما در حقیقت سیاست‌زده نیستند، غیر سیاسی هستند. اینا یا گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته به اپوزیسیون. یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند. تشکر. اما محمد جان کبیری شما چی؟ در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست‌زده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن. چون اصلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟ از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی، مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم. الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16 17 18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان رو پیگیری میکنن، نه ربطی به تاجیکستان دارن و هیچ علاقه‌ای به کشور ندارن. به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی شدن جامعه، یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. به خاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست شود؟ تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست، یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودن آنها یا غیر سیاسی بودن آنها در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقاهر از شما شروع. دولت و جامعه برد میکنند اگر که جوانان آگاهی سیاسی داشته باشند و از جدی فرهنگ خیلی قوی باشند. اگر که ببینید که بسیاری ها حالا به همین رویدادهای شرق نزدیک، از اونایی که با سیاست سری کار ندارند، بازیگران بزرگ رو نمیدونن، فن سیاست شناسی نخوندن، مثلا احساسی برآمد میکنن، بیان میکنن. ولی اگر همین جوانان آگاه باشند، ببینن که مثلا هدفهای ژئوپلیتیکی آمریکا در اینجا چیست، روسیه چی میخواهد، ایران چی میخواهد، عربستان چرا خاموش است، ترکیه چی میخواهد، یعنی که آگاه بودن سیاسی بودن جوانان تاجیک خوب است. ولی خیلی متاسفانه کلوب پرس کلوب‌های سیاسی در تاجیکستان خیلی کم هستند. بعدن من میدونی کی را گناهکار میکنم؟ شش حزبایی که به قول کیسگیش میگویند از این انتخاب به این انتخاب، ان همین دو حزب، مثلا حزب سوسیالیستی یا حزب اگراری یا حزب کمونیست، خب در یک تلویزیون برآمد کنن، از اینجا مثلا جوانانی که از حزب خلقی دموکراتی هستند، از این طرف جوانانی که حزب کمونیست هستند، یا اینکه غیر جوانان هم دیسکوسیا، بحث شد، مباحثه شد، مردم یعنی که چند اندیشه گوناگون اندیشه را یاد بگیرن. فقط در دایره قانون پرس کلوب‌ها خیلی کم. چرا نمیشود اینا؟ شاید اینها هم به نظر شما میترسن، احتیاط میکنن، به خاطر همین باشه؟ هم میترسن و هم احتیاط میکنن. محمد جان کبیری، نظر شما به این سوال چی است؟ خب در مسئله اول، یک جامعه آگاه و جامعه از سیاسی آگاه داشتن، این یکی از نقطه های قوت هر کشور و جامعه هست و جوانان آگاه و جوانان سیاسی به نظر من یکی از گوهرهای هر ملتی هستند که اگر داشته باشند. چون جوانان آگاه بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی یا همون ملاحظه‌های سیاستمداران، اونا از منفعت‌های ملی کشورشان حمایت میکنند. چون که پیشتر گفتم وقتی که جوانان ما سیاسی نیستند، در مسائل مرزی به تفاوت هستند، یعنی مثلا هیچ پروا ندارن که مثلا زمین تاجیکستان به چین داده می شود یا به قرقیز داده می شود یا طالبان حمله میکند. این همش از ناآگاهی سیاسی هست. دیگه وقتی که جوانان دچار یک بحران هویت می شوند، خیلی که عبدالقادر گفتن،
خب در حقیقت جوانان زیادی از تاجیکستان و گروه‌های افراطی پیوستند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا دچار بحران هویت شدن. این حکومت فعلی هویت اینا را سرکوب کرد، آزادی را محدود کرد. اینا میروند در جستجوی هویت از طریق اینترنت و داعش به طالب یا به هر گروه دیگه یا مثلا اوکراین، که متاسفانه انسان وقتی که یک فرزند در خانه خودش جایگاه پیدا نکند، محترم نباشد، اون در قد کوچه در خانه همسایه محترم نمیشود. یک جوان تاجیک باید در تاجیکستان صاحب اختیار باشد، در تاجیکستان حق و حقوقش محفوظ باشد. یک جوان نباید 30 سال فقط شاهد رئیس جمهوری یک نفر یا یک خانواده باشد. اون چگونه میتواند یک جوانی آگاه و سیاستمدار باشد؟ یک جامعه گوسفندوار، یک جامعه منقرض تربیت شده است در این 30 سال و متاسفانه این بدبختی یک ملت است. این به طرف نابودی و پیامدهای بدی دارد جامعه سر. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ مرحمت. پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط را برای آنها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چه زودتر باید سامان بیابد تا مهاجرانی و هرچی کمتر زیر تاثیر این کشورها بمانند و برنامه‌های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست درباره جوانان، ولی کمن اینا. خود کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است، تاثیرگذار نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان. این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فورمی مثلا جوانان آگاه، فورمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فورمی مثلا بیزنس فورمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایحه پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتی تاجیکستان پندارند. مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه‌های اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکردید؟ میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نهضت اسلام یا که مثلا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلام شده. هر نفری که البته لایک میموند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق اتوماتیک گویا که جانبدار طرفدار اون حزبی ممنوع قانونا منع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جامعه. بگذار لایک نموند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند. کسی بیان اندیشه کسی رو محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما عین همین سوال من دادنی هستم. یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت. ببینید، شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیل‌آلوده است، با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمامی از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارخانه، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی. خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده ایستادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست می داشتید یا نه؟ بله، من فقط به خاطر یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون، یعنی
تمام منصب‌ها بجز منصب‌های وزیری دیگر منصب‌ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته‌تر است اون انتخاب شود. اون چیزایی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد. کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد. خیلی از پروژه‌ها طرح‌هایی هستند که بودجه‌های زیادی مصرف می‌شوند، اما بازم همون جوان‌های منتخب خاص در اون گروه‌ها بهره‌مند هستند از این برنامه‌ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت را فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما بجای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقا نمیکنید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه‌های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه رشد میکنن، جوانان هم رشد میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن. فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشتید فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدید اون رشد نمیکند. تشکر. بالای همین تازه روی تاجیکستان هستند، فقط نیاز به یک شرایط مناسب دارند. تشکر زیاد. من اگر رهبر کشور شدم کمی من اندیشم را کامل کنم. مرحبا. برای رقابت سالم است. اولی که البته من موافق نیستم با گفته‌های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پرزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کمانده زلنسکی سخن درباره فساد می‌رود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش‌های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش‌های هست که این چیز از بین برداشته شود. بعداً در مورد اونایی که جوانان ببینید که اطراف همین شهرداری ما رستم امالی جوان است. یک گروه بسیار جوانان آگاه، دانشمند، این رستم امالی به خاطر وابستگی امتیازی که به هم آمدن، حالا دوشنبه را به گلستان تبدیل داده شدند. پس ببینید یعنی که امکان دارد که حاضر همین تیمی رستم امالی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه را به چی شهر تبدیل داده شدند، مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکانات دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد، فساد از بین میرود، خشت بچگی از بین. شهردار باید انتخاب شود. چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه باره مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنن، نه اینکه از کلاب دنقره از دوشنبه تعیین شود. تشکر. این کاملا ما به یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسیان، غیر سیاسی یا انتخابات سیاسی نیست مهم است و من میرزا نبی خالقزاد بودم که برنامه را پیش میبردم. سلامت باشید. خدا نگهدار.